الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الآية. شنوندگان و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که هستید از نعمت صحت برخوردار باشید. والله کریم از نعمتهای مادی و معنوی شما را بهره‌مند بسازم. لحظاتی که در خدمت شما قرار دارم راجع به صفات انسانهای منافق صحبت میکنیم. منافقت و نفاق یک مرض اخلاقی و از جمله گناه‌های کبیره است. یکی نفاق عقیده‌ای است، دیگر نفاق عملی. نفاق عقیده‌ای کسی که بظاهر خود را مسلمان وانمود میکنه اما در باطن کافر است. این نفاق صاحب خدا برای همیش به دوزخ میکشاند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. انسانهای منافق در طبقه پایانترین آتش دوزخ میباشد. دوم نفاق عقیدوی عملی هست. برخی اعمال است که او خاصه و ویژه یک انسان منافق است و اگر مسلمان و عمل انجام داد، این مسلمان هم مرتکب گناه کبیره شده، اگرچه از اسلام بیرون نشده ولی جرم بسیار بزرگی را مرتکب شده. لذا خواهران و برادران عزیز، باید که ما صفات منافق بشناسیم و منافق بشناسیم که منافق چه صفت داره، چه ویژگی داره، برخوردش در جامعه چگونه است، رفتار و کردارش چگونه است، تا از صفات از او ما خود حفظ کنیم. الله کریم در سوره مبارکه توبه تقریبا 63 صفات منافق بیان میکنه. تو وقتی که سوره توبه را بخوانی باز میفهمی که مسلمان مخلص و واقعی کی هست و مسلمان دو رنگ و دو گونه کی هست. از جمله صفات انسانهای منافق این است که الله کریم فرموده المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. مرد منافق و زن منافق الله متعال معرفی کرده که اینا کارشان چی است؟ ینهون عن المعروف، از کارهای نیک منع میکنن. زن منافق صفتش است که شوهر خود از کار نیک منع میکنه. آ مردکه ریش چرا ماندی؟ ریش تبوتراش. آ مردکه چرا عمامه و دستار میپوشی؟ ایره دور کن. این زن وقتی که تو را به منکرات حکم کرد و از کار نیک منع کرد، بفهم که این کمبخت دچار نفاق شده. این کمبخت دچار عمل منافقین شده. به شوهر خود دستور میده که خواندنای فلانی را بیار، فلان تلویزیون به ما بیار. هر زنی که شوهر خود به منکرات فرمان داد، این زن دچار صفات نفاق است و با صفت منافقت گرفتار شده. عین شکل مردی که زن خود به منکر دعوت میده، زن خود به بی‌حجابی دعوت میده، به زن خود میگه پتلون بپوش، سر پتلونی، نیم قلو و پنجابی، موهایت تیتانیک، ابرویت باید چیده باشه، لبایت باید ماتیک زده باشه. این مرد منافق است. امروز ما داریم زنایی که بسیار با دیانت هستن، اما مردای هم داریم که الله رحم بفرما، الله هدایتشان کنه،
زنها را به گناه و معصیت وامی دارند. در رژیم قبلی یکی از سفیران، نمیخوام از کشور نام ببرم، همسرش بسیار یک زنی با دیانت، یک زنی فرشته صفت. این خانم میگه وقتی که من با شوهرم بازار میرم، شوهر حجاب از چهره ما دور میکنه که میگه تو سیب نیستی که مردم تو را بخوره. این است مرد منافق صفت که چهره زن خود به نمایش میگذاره. و حجاب که فرض الهی است، فرض قطعی هست، از حجاب زن خود منع میکنه. یکی از خواهرای دیگر از من پرسان کرد که مولوی صاحب شوهرم به من فرمان داده که باید ابروی تا بچینی. برادر عزیز، چرا فرمان بالای همسر صادر میکنی؟ ناجایز است. زنانی که ابرو میچینن و زنایی که کار میکنن از نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و از نظر شریعت لعنت شده به اونجا. چرا کاری میکنی که لعنت خدا سر زنت بریزه؟ یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. لذا تو باید در برابر منکرات مقابله کنی و نیکی ها را ترویج کن. تو خواهر شوهرت را به نیکی دعوت بدی، به نماز دعوت بدی، به صورت حضرت محمد مصطفی دعوت بدی، به امامه دعوت بدی. تو برادر همسرت را به حجاب دعوت بدی، به تقوا دعوت بدی. بعد دروازه های خیر و برکت الله برایتان باز میکنه. روزی از روزها رسول خدا صلی الله علیه و دعا میکردن، دست را بلند کرده، رحمت الله علی خلفای و رحمت الله علی خلفای، دعا میکنه که رحمت خدا بر جانشینای ما، رحمت خدا بر جانشینای ما. دعا کرده رئیس. کی دعا میکند؟ سید الانبیا با دعای گرمش دروازه رحمت خدا را میکوبه و برای جانشین خود دعا میکنه. صحابی پرسان کرد که و من خلفاءک یا رسول الله، ای رسول اکرامی خلیفه و جانشین شما چی کسی است؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمود الذین یحبون سنتی و یعلمونها عباد الله. خلیفه ما، جانشین ما کسی است که سنت ما را دوست داره، دین ما را دوست داره، روش ما را دوست داره و به دیگران یاد میده و میخواه که روش و طریقه ما در میان امت زنده شود. برادر عزیز، تو باید جانشین رسول خدا در میدان دعوت باشی. خواهر محترمه، تو جانشین محمد مصطفی در میدان دعوت باشی. کوشش کن که دعای رسول خدا را بگی. با ترویج منکرات غضب خدا سرت میریزه، اما وقتی که نیکی ها را در خود پیاده میکنی و دیگران را به نیکی دعوت میتی، اینجاست که دعای رسول خدا شامل حالت میشه. دعوت به منکرات کار منافق، دعوت به سوی نیکی ها کار مسلمان واقعی است. در احادیث پاک رسول خدا صلی الله علیه و سلم صفات منافقین را به عناوین مختلفی بیان فرمودن که رسول اکرم صلی الله علیه و فرموده آیت المنافق ثلاث. در این حدیث فرمودن که انسان منافق 3 علامه داره. 1 اذا حدث کذب، 2 اذا وعد اخلف، 3 اذا اؤتمن خانه. منافق دروغ میگه، منافق در عهد و پیمان و وعدش وفا نمیکنه، منافق در امانت خیانت میکنه. این 3 صفت انسان منافق است. حالا برادری عزیز و خواهر محترمه، کوشش کن که این صفات از خود دور کن. دروغ نگوی. اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتر ما جاء به. وقتی که دروغ از زبانت برآمد، فرشته هست دور میشن به اندازه 1 میل، 100 متر از تو فاصله میگیره فرشته، چون از دهان تو بوی بد منتشر میشه. فرشته که از تو دور شد، شیطان سرت حمله میکنه، جن سرت حمله میکنه، شیطان تو را شکار میکنه. دروغ نگو. انسان دروغگو پیش خدا کذاب نوشته میشه، دروغگو نوشته میشه. جامعه باید از دروغ عاری باشد، خالی باشد، زیرا انسان دروغگو
چیزی قریب را دور وانمود میکنه و دور را قریب وانمود میکنه، مضر را نافی و نافی را مضر وانمود میکنه، جامعه را به سمت سوی دیگری میکشاند، به سمت سوی بی اعتمادی میکشاند. لذا نباید دروغ بگیم. نبی علیه السلام خبر میشه کسی دروغ گفته، تا اینکه توبه نمیکرد او شخص از دروغش، رسول خدا با او گپ نمیزد. ولی متاسفانه که امروز تاجر ما بیادبی دروغ را هنر میدانه. اینایی که سیاستدانا هستند دروغ را نام کرده سیاست. الکذب والخداع لحصول القیاده. دروغ بگو، فریب بده، تقلب کن، خدا به قدرت برسان. دروغا چقدر دروغا الکترونیکی هست. مسلمان دروغ میگه. زنگ برش میگه کجاستی؟ خانه هستم، در حالی که در دکان است. کجاستی؟ در خانه یکی از دوستا هستم، در حالی که کنار همسرش نشسته. چرا دروغ میگه؟ چرا آدرس غلط میده؟ چینی خائن است. میفهمه که اگر درست دقیق آدرس بتم شاید به جانم بیاید. روزی در شهر قندوز راه میرفتم، به کسی زنگ آمد، ای در جواب میگه حالا خو تخار هستم، حالا تخار هستم. از خدا بترس، هست در قندوز حالا تخار هستم. ای از آل مسلمان. این مسلمان دچار صفات نفاق شده، دچار صفت منافقت شده، از خیر و خوبی محروم میشه. آیت المنافق ثلاث: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف. دوم صفت منافق در این حدیث پاکی بیان شده که انسان منافق که وعده میکنه خلاف میکنه. برادری که تو نجار هستی، برادری که تو آهنگر هستی، برادری که کسب کار هستی، برادری که تو خیاط هستی، وعده ای که میکنی به همون وعده وفا کن. برادری که تو به کسی وعده میتی، بالایت قرض داره امروز و فردا نکن، روزی که برش تعیین کردی باید وفا کنی. ولی متاسفانه فردا بیاس 10 فردا تو میری باز هم چیزی که تو میخوای برآورده نمیشه. این هست آل مسلمان. مسلمان در وعدهش خلاف نمیکنه. وعده خلافی کار انسانی منافق است، ضعیف الایمان کار میکنه. و اذا وعد اخلفه. سه و اذا اؤتمن خانه. انسان منافق در امانت خیانت میکنه. خیانت نکن. خیانت کار منافق است. خیانت برادری عزیز اشکال انواع مختلف داره. خیانت در حق زن و فرزندت. تو پدری بزرگوار نباید خائن باش. تماس داریم از بلخ. محمد عمر سے بفرمایید برادری عزیز. بله بله محمد عمر بفرمایید. امیر بخاطر نه دلیل که انا قسم خورده که ما تا کنی باز دوباره بکنه ایمان یا مثلا فلانی که بکنه نکنه یعنی تا برات دلیل کار کنه که علی شریعت با میزای شرط این آدم گناهگار نشه. خب از طریق تلویزیون شما جوابتون رو بگیریم برادر عزیز. خب وقتی دوستای عزیز شما قسم میخورید که کار من نمیکنم که نبی علیه السلام فرموده من کسی که به چیزی قسم میخوره فرآ غیره فلیکفر عن یمینه ولیأتی هو الذی خیر او کما قال علیه السلام. خب شما وقتی که قسم میخورین در یک کار اگر میبینین که در او کار خیر است باید که قسمت را بشکنی. یا قسم خوردی که من از تندور نان نمیخورم، تا چه وقت نان نمیخوری؟ برات مشکل است. تو باید قسم تمیده کنی. خب کفاره قسم ای است که شما 3 روز 10 مسکینه توان بتین یا 10 مسکینه لباس بتین. اگر توان طعام و لباس ندارین 3 روز پای هم روزه بگیرین. 3 روز پای هم روزه گرفتین، این کفاره قسمتان است. امید است که برادر ما جوابی خود گرفته باشه. صفات منافق برادر عزیز خیانت است. خیانت نکنی. خیانت در برابر زن و فرزند،
تو برادری که هر شب برای اعضای فامیل خود، برای اولادای خود، به همسری خود موسیقی میشنوانی، فیلم ها رو نشان میدی، سریال ها رو برش نشان میدی، تو خیانت کرده ای. تو پیش خدای متعال گردن بسته هستی. این کار نکن. خیانت در تعلیم و تربیه و پرورش. تو معلم سی وقتی که از منافع برق صحبت میکنی، برای شاگرد از منافع تقوا و پرهیزگاری هم باید صحبت کنی. اگر تو از مادیات بحث کردی و معنویت فراموش کردی، تو خیانت کردی. و این شاگردی تو در آینده یک شاگرد با معنویت و با تقوا به بار نمی آید. درسی که میتی، درس را به صورت درست باید بتی. مسئولیت بسیار بزرگی داری در تعلیم و تربیه. تو نباید خیانت کنی. خیانت در گزارش و نقل قول. تو یک ژورنالیست هستی، در گزارش خیانت نکنی، در نقل قول خیانت نکنی. اگر خیانت کردی دچار صفات نفاق میشی برادری عزیز. خیانت در مال بیت المال. تو برادر وکیل هستی، وزیر هستی، والی هستی، صاحب منصب هستی، در بیت المال خیانت نکنی. خیانت اگر در بیت المال کردی، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده من استعمل الله منکم علی عمل فکتمنا مخیتا فما جو کان غلولا یأتی به یوم القیامه. کسی که به اندازه یک سوزن یا پایانتر ازی یا بزرگتر ازی خیانت میکنه، پود میکنه، این روز قیامت باید او را بیاره و این خائن است. بله تماسی داریم. زهرا از بلخ، بفرمایین خواهر گل. بله میشنم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. چی را بخوری؟ چلو یک بار؟ چلو یک بار چی را گفته بخونین؟ چلو یک بار چی را گفته بخونین؟ صدای شما را مسایی ندارم. گفتم 41 بار چی را گفته بخونین؟ 41 بار آیت الکرسی را خواندم. 25 خب یک زمین دارم، زمین ما را یک خب من میگم که امیر بخوانم. گفتم همین سعید در یک زن گفت یک ملازن همون تو گفته بود بردم همون تو یک دفعه یک آدم میره امیر بدل گفتنی نیست نمیده از دلم نمیبره یعنی رو بسیار کنیم. خب کدام بگیان امیر بخوانم که از دلم برای این شیطان کار کرد یا کدام از دوستان نه این کام که حتی میتونم از دلم نمیبره دیگه اصلا نمیشه. خب بله شما از طریق تلویزیون جوابتون بگیریم خواهر گل. بله ببینید برای حل مشکلات نباید که ما از پیش خود چیزی بسازیم ببافیم، بله آیت الکرسی آیه قرآن است، اعظم الآیه است. ولی برای حل مشکل پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم اوراد و وظایف بسیار ساده و سهل برای ما یاد داده. نبی علیه الصلاة و السلام فرموده دعوت ذنون اذا دعا بها و هو فی بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله. برای حل مشکلات یکی از وظایفی که پیامبر به ما داده صلی الله علیه و سلم دعای حضرت یونس است. دعای حضرت یونس لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین.
هر مسلمانی که این دعا را بخونه دچار هر نوع مشکلی که باشه الا استجاب الله له، الله کریم دعایش قبول میکنه. یکی از دوستا گفت ما در ایران محکوم به اعدام شدم، محکوم به اعدام، هیچ مدافعی نداشتم، هیچ کس نداشتم که از من دفاع کنه، فقط امین آیه را میخواندم آزاد شدم. او کسی که مرا به اعدام محکوم کرده بود دوسیه را نشانم داد، گفت تو فلانی محکوم به اعدام بودی چی شده؟ گفتم بله الله مرا زیر چوبه دار آزاد کرد با برکت این آیه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این دعا را بخوانین، بار بار بخوانین. حضرت یوسف در شکم ماهی در قعر دریا وقتی دعا را میخونه خدا نجاتش میده. لذا به خاطر حل مشکلتان این دعا را بخوانین و به خاطر حل مشکلتان نماز حاجت بخوانین، 2 رکعت نماز حاجت. به خاطر حل مشکل استغفار نماز توبه کنین. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقتی شما با کثرت استغفار میگین استغفر الله، ولی استغفار که گفتی گناه نکن، بینمازی نکن، بی‌حجابی نکن، موسیقی نشنو، سریاله ها و فیلم ها رو نبین، غیبت نکن، دشنام نتی، مسلمانی صحیح و سالم جور شو و در راه شریعت درست حرکت کن. همه مشکلت الله حل میکنه، همه پریشانی الله دور میسازه. دوم خواهر گل که شما را کسی گپ میزنه اون را در دلتان نباید جای بتین. بزرگان میفرمایند که کسی که شما را توهین میکنه، تعقیر میکنه، یک کلمه ای را به پای شما بسته میکنه، علاجش است که شما او را یک قضیه فکاهی بدانین. هیچگاه تحت تاثیر احساسات شوم حریفتان قرار نگیرید. یک قضیه فکاهی. او دیگر کوشش کنین که قلبتان پاک باشه. قد افلح من اسلم، قد افلح من نبی علیه الصلاة والسلام فرموده قد افلح من جعل قلبه سلیما. هر مسلمانی که قلبش از کینه و کدورت سالم ماند انسان کامیاب است. لذا در قلبتان هیچ چیزی را جای نتین، از گوشی در یا به گوشی برای هر کی چی میگه او یک فکاهی میگه. یک کسی که فکاهی گفت تو خنده میکنی یا اینی که گریال میکنی یا این که آسمان بالای چپه میشه. لذا گذشت داشته باشین، در قلبتان نسبت به هیچ کس کینه و کدوره نداشته باشین. امید است که خواهر ما جوابی خدا گرفته باشه. اذا تؤمن خانه، صفت منافق شنوندگاه محترمی است که او خیانت میکنه. در بیت المال خیانت کاری منافق است. رسول اکرامی صلی الله علیه وسلم فرموده ان رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. ایده انسان ها در بیت المال فرو می روند، از بیت المال استفاده شخصی میکنن، مال ملت را در خدمت خود قرار میده. فلهم النار یوم القیامه، برای ازی در روز قیامت آتش دوزخ میرسه. خیانت نکن برادری عزیز. خیانت در تجارت خیانت نکنی. از جمله تاجرایی نباش که با مارکه های تقلبی تجارت خود رونق میتن. اگر خیانت کردی پیامبر خدا فرمود من غش فلیس منا، من غش فلیس منا. از جمله برنج فروش ها و آرد فروش های نبود که خوب خراب هم خلط میکنن. من غش فلیس منا. از جمله شیر فروش های نباش که بالای شیر خود او میریزه. من غش فلیس منا. پیغمبر باز از تو اعلان براءت کرده، از تو بیزاری کرده. از جمله موتور فروش های نباش که موتورهای پوسیده و تاسیده را با رنگ های مصنوعی جلا میتن و مشتری را فریب میتن. تجارت کنین. التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. این تجارت تو را به کنار انبیا میرسانه، به شرطی که خیانت نکنی، تقلب نکنی، در چشم مشتری خاک ناندازی. نبی علیه الصلاة والسلام فرموده من باع عیبا ولم یبین لم یزل فی مقت الله. هر کی چیزی معیوب را فروخت، چیزی بی کیفیت با کیفیت گفته، چیزی تاریخ تیر شده را
چیزایی که مضر است، چیزایی که ارزش پایان است، دست دو است و دست اول گفته. لم یزل فی مقت الله ولم تزل ملائکه تلعنه. این تاجر همیش زیر خشم خدا قرار داره. خدا از این تاجر ناراض است، خدا از این دکاندار ناراض است. ولم تزل ملائکه تلعنه، همواره فرشته ها برش لعنت میگن، لعنت خدا به تو. فرشته برش نفرین میگه. پس اینجاست که در تجارتش برکت نیست. برادر عزیز 50 سال تجارت کرده، چرا بازم زیر بار قرض هستی؟ نصف عمرت در دکان سپری شد، صاحب پول نشدی، به خاطر ازی که تو تقلب میکنی، تو دروغ میگوی، تو قسم میخوری، تو در چشم مشتری خاک میاندازی. وقفه داریم انشاءالله، بعد از وقفه دوباره به خدمتتان برمیگردیم. خوش آمدید شنوندگان محترم به برنامه. موضوع برنامه من صفات منافقین بوده که از جمله صفات منافق این است که اذا اؤتمن خانه، خیانت میکنه. خیانت نکنی برادر عزیز، در تجارتت خیانت نکنی. اگر خیانت کردی از برکت تجارت محروم میشوی. تاجرای امروز ما تاجرای خوبی داریم، دکاندارای بسیار با دیانت داریم. روزی دکان رفتم، یکی از دکاندارا که الحمدلله الله متعال خیلی یک ثروت و سرمایه سرشاری برش نصیب کرده، خیلی مشتری زیاد داره. من ازی گفتم که یک شامپوی خوب به ما بده. از دکان برآمد، دوباره برگشت گفت مالیسی، و از دکاندارا پرسان کردم شامپوی خوب پیدا نکردم. گفتم ده دکانت به انواع مختلف شامپو هست. گفت بله اینا شامپو هستن، ولی شما شامپوی خوب گفتین، شامپوی دست اول گفتین و اینا شامپوی خوب نیستن. سبحان الله. من گفتم که من خود نمیفهمیدم، خوب و خرابش من نمیفهمم، یکیش میدادی؟ گفت نه خیر. گفت تا با امروز با هیچ مشتری خیانت نکردم. بعد گفت من از 80 افغانی کار شروع کردم. آره صاحب لکه ها پول است، صاحب لکه ها پول. بله رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. پیامبر بزرگوار در حق تاجر واقعی دعای موفقیت کرده. خیانت نکنی. از 80 افغانی کار شروع میکنه، میلیونر است. به دروازه دکانش میرین، مشتری نسبت به دیگر دکاندارا مشتری از بسیار زیاد است. خیانت نکن برادر عزیز. راجحی یکی از جمله میلیاردرهای دنیای عرب است. این بزرگوار در آغاز جوالی بود، اما در پایان میلیاردر بزرگ دنیا. چرا؟ چون اینا با روش دینی و با طریقه هایی که پیامبر بزرگوار اسلام برای موفقیت یک مسلمان بیان فرموده از او استفاده میکنن. لذا تاجری محترم، دکانداری بزرگوار، تقلب نکنی. ملعون من ضار مؤمنا او مکر به. اگر تقلب کردی، اگر خیانت کردی، اگر در چشم مشتری خاک زدی، پیامبر فرموده که ای تو انسان لعنتی است. ملعون من ضار مؤمنا او مکر به. هر کی مسلمان ضرر میرسانه، هر کی مسلمان فریب میته، او لعنتی است. پس انسان لعنتی موفق نمیشه. انسانی را که خدا نفرین کرده باشه، او به سعادت و خوشبختی نمیرسه، او به آرزوهای عالی که داره به او نمیرسه. لذا برادری محترم، از صفات نفاق منافق که یکی خیانت است، از این پرهیز کن. و در حدیث دیگر نبی علیه السلام صفت انسان منافق بیان فرموده که آیت بیننا و بین المنافقین شهود العشاء و الصبح. بسیار یک فرمول ساده و یک قاعده بسیار ساده برای شناخت منافقین است. انسان منافق در دو نماز در مسجد دیده نمیشه، یکی در نماز خفتن، یکی در نماز صبح. انسان منافق و انسان منافق صفت در دو نماز در مسجد دیده نمیشه. برادری عزیز، حالی از خود بپرس، نماز خفتن در مسجد میخوانی؟ نماز صبح در مسجد میخوانی؟ اگر خدای نخواسته در نماز صبح و در نماز خفتن در مسجد دیده نشوی، بفهم که نفاق دامن تو را گرفته.
آینده ایت خیلی 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 تاریک است و صداها غم و حادثه در انتظار تو هست. به هوش بیا. و در حدیث دیگر نبی علیه السلام فرموده لیس صلاة اثقل على المنافقین من صلاة الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیما لاتوهما ولو حبوا. پیامبر بزرگوار فرموده که دو نماز به انسان منافق بسیار سنگین تمام میشه. یکی نماز خفتن و دیگر نماز صبح. برادری عزیز، این نمازها را در مسجد بخوان که در حدیث پاک آمده من صلی العشاء فی جماعه فکأنما قام النصف اللیل. هر مسلمانی که نماز خفتن را با جماعت خوان گویا تا نصف شب عبادت کرده. و من صلی الصبح فی جماعه فکأنما صلی اللیل کله. هر مسلمانی که نماز صبح با جماعت خوان گویا که تمام شب را با عبادت سپری کرده. راهی مسجد در پیش بگی. نماز خفتن را، نماز صبح را در مسجد بخوان. اگر نخواندی باز نامی تو در فهرست منافقان نوشته میشه. آیا خوش داری که پیامبر تو را منافق بگه؟ اگر یک کس منافق خود بگه چقدر عصبانی میشه. امروز متاسفانه که ما را از نام بدمان میآید. داریم عمل نفاق انجام میتیم. اگر کسی ما با ما بگه منافق، باز اگر توانمان باشه دندان شمیده میکنیم. خدا پیامبر برات منافق گفته برادری عزیز، با هوش بیا. این دو نماز در مسجد بخوان که خوابی تو پیش خدا عبادت میشه. خواهر گل، اجازه نده که شوهر تو نماز خفتن در خانه بخونه. اجازه نده که شوهر تو نماز خفتن در خانه بخونه، نماز صبح در خانه بخونه. تشویقش کن، آمادهش کن برو در مسجد نماز بخونه تا اینکه خوابش به عبادت تبدیل شود. راهی مسجد در پیش بگیر. راهی فرار از مسجد در پیش نگیر. که راهی مسجد در پیش گرفتی برادری عزیز، 3 تا جایزه الله برات میده. ان عاش رزق و کفیه و اما ادخله الله الجنه. اگر زنده بمانی رزق حلال الله برات میده. در کسب و کار الله کریم غیبی مدد میکنه. اگر مردی پروردگار داخل بهشت میکنه تو را. تا از اهل بهشت هستی. نماز در خانه خواندن این صفت انسان منافق است. احتیاط کنی برادری عزیز، شیطان فریبت نده. شیطان برات میگه خیر نماز است، خواندی نماز است، دکان بخوان، دفتر بخوان، خانه بخوان، در پارک بخوان. درست است که نماز بخوان ولی برای رسول الله بخوان. برای شیطان بگو که تو میخوای که مرا منافق بسازی و میخوای که تاپگه که ذلت منافق در پیشانی ما کوبیده شود. و حضرت عبدالله ابن عباس فرمودن که انکم، عبدالله ابن مسعود که انکم لو صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. فرمودن که اگر شما در خانه نماز خواندین سنت پیامبر را ترک کردین، روش رسول خدا را ترک کردی. و هر انسانی که سنت پیغمبر را، روش رسول خدا را ترک میکنه او گمراه میشه. گمراهی انسان از اینجا شروع میشه. بدبختی انسان از اینجا شروع میشه که راهی مسجد در پیش بگی که راه نور، دروازه نور روشنی برات باز شود. خب آلی فهمیدی برادری عزیز که نماز در خانه خواندن، ترک نماز با جماعت، این صفت انسان منافق است و این صفت باید تکرار نکنی برادر. باهوش باش، محتاط باش. دیگر از جمله صفات منافقین است که نبی علیه الصلاة و السلام فرموده خصلتان لا تجتمعان فی منافقین. دو خصلت در انسان منافق جمع نمیشه. یکی حسن و سمتین ولا فقه فی الدین. انسان منافق خوش اخلاق نیست. انسان منافق بد اخلاق است، بد زبان، خشن. اما انسان مؤمن المؤمنون حیینون لینون، مسلمان نرم طبیعت، خوش اخلاق، خوش برخورد، خیرخواه، همکار و غمگسار دیگرها هست. اما انسان منافق همیش جبینا با هم گریزده،
انسان خشن، انسان تند، انسان بد اخلاق. مامور از اون ناراض است، زن از اون ناراض، پسر از اون ناراض. یک بلا هست، یک بلا. و باز نبی علیه الصلاة و السلام فرموده که انسان منافق از فهم دین محروم میمانه. فهم دین خدا برش نصیب نمیکنه، چون علاقه نداره که دین یاد بگیره. میگه بگذاره، میگه پای ملا سیباره بگذاره که دل مرا سیاه میکنه. خواندنهای فلانی را بون که دلم شاد شود. برادری عزیز، خواهر محترمه، دلت به خواندنهای فلانی شاد نمیشه، دلت سیاه میشه، قلب تاریک میشه. چند سال میشه که خواندنهای فلانی را میشنوی؟ آیا با آرامش رسیدی؟ آیا با آرامش رسیدی؟ نه، قلبت سیاه میشه با خواندنهای فلانی، با موسیقی های مشویق فساد کشنده و کوبنده. نفاق در قلب ریشه میدوانه. حضرت عبدالله بن مسعود فرموده که الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرعه. وقتی انسان موسیقی میشنوه، در قلبی از این منافقت پیدا میشه و این باز منافق جور میشه. منافق جور میشه. از خواندن از موعظه علما خوشش نمیاد، بحث‌های دینی را تعقیب نمیکنه، قرآن خواندنش برش مشکل است، سیرت خواندن برش مشکل است، در جلسات علمی شرکت برش مشکل است. حتی وقتی که در مسجد هم میآید، کمی موعظه که طولانی میشه، گاه ساعت میبینه، گاه ساعت، گاه ای ساعت میبینه، گاه طرف راست میبینه، گاه طرف چپ میبینه. چقدر دراز موعظه. یک کمبخت منافق است. از قرآن و حدیث انسان لذت حاصل نکرد، بفهمه که قلبی از با ویروس نفاق گرفتار است. حضرت شقیق زاهد میفرماید که وقتی من صحبت میکنم، انسان ها به 3 بخش تقسیم میشه. میگه یکی کافر محض، 2 مؤمن محض، 3 منافق. بعد حضرت میفرماید که من از کتاب خدا و از احادیث رسول خدا بیان میکنم. هر انسانی که این کار کرد کافر میشه، این کافر محض است. او 2 مؤمن محض که وقتی که قرآن میشنوه و حدیث میشنوه متوجه میشه که این صفات خود در من هست. این صفات بد باید اعلا بتم و این صفات خوب باید در زندگیم پیاده کنم. این گفته خدا و رسول باید در زندگی من پیاده شود. رفتار و کردار بد نباید تکرار کنم. این مسلمان محض است. 3 منافق محض. منافق محض دلش تنگ میشه، باز میگه ای خو مرا کوبید، ای خو مرا گفت. او بنده خدا، ملا سر منبر به خاطر از این نیست که تو را بکوبه. ما برای کوبیدن نیستیم. علمای واقعی قلبی هیچ کس مجروح نمیکنن. علما به خاطر از است که تو سربلند باشی. عالم نمیخواد که تو به زمین بخوری، تو خار شوی. درست سخنهایشان تلخ است. دارویی که باعث شفایابی تو میشه تلخ است. شما ببینید اکثر داروها تلخ است. درست است که گپا تلخ است، اما این باعث نجات تو از ویروس گناه میشه. عالم نمیکوبه. درست است که بعضی دیروز یکی از دوستا بسیار وقتی مرا دید بسیار به گرمی پذیرایی کرد، یک مقدار توفه هم داد. بعد گفت مولا صاحب فردا خوب بکوب. نه، ما برای کوبیدن نیستیم. بس از این ملت بسیار کوبیده شد، بسیار توهین شد، بسیار تحقیر شد. دین ما دین کوبیدن نیست. دین ما دین توهین تحقیر نیست. دین ما دین شخصیت کشی نیست. دین ما دین عزت است، دین وقار است. دین ما توصیه به اینه که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. از نیش زبانت هیچ کس متضرر نشود، از دست تو هیچ کس را ضرر نرسه. لذا انسان منافق از سخن خدا و رسول خوشش نمیآید. لذا برادرای محترم، به خاطر ازی که ما از نفاق نجات بیافیم، من اکثر از ذکر الله فقط بریء من النفاق. ذکر خدا قرآن خواندن است، قرآن زیاد بخوان. ذکر خدا نماز خواندن است، به نمازت پایبند باش. ذکر خدا تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحلیل است. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. اینا را زیاد بخوان. با ذکر خدا
با یاد خدا از نفاق نجات میافی. و در حدیث دیگری آمده که انسان منافق چه صفت داره؟ ثلاثه لا یستخف بهم الا المنافق. سه طایفه مردم را انسان منافق احترام نمیکنه، اونا را حقیر میپنداره. ذو شیبت فی الاسلام، ذو علم و امام مقصد. این سه طایفه را هر انسانی که توهین میکنه، احترام نمیکنه، بفهمین که منافق است. یک، ذو شیبت فی الاسلام، کسی که مویش در اسلام سفید شده. برادری عزیز، در محله مو سفید و یک زن پیچ سفیدش بسیار احترام داشته باش. در خانه یک مو سفید است، با او بسیار قدر کنین. البرکت مع اکابرکم، برکت با آنها است. به پیچ سفیدا و کمپیرای پیچ سفید، به محاسن سفیدا بسیار احترام کنین، بسیار قدر کنین. بی احترامی آنها، بی قدری آنها را به نظر حقارت دیدن، این صفت انسان منافق است. دو، و ذو علم، علما را به احترامی کردن. حالا همه فساد زیر پای مولا است. مولا چی فساد کرد؟ برادری قان، برادری گل، مولا اگر نمی بود نکای پدر تو را با مادرت بسته نمی کرد، تو به دنیا چی می آمدی؟ تو حرام زاده بودی. مولا وارث پیغمبر است، زیر پایش فساد نیست. فساد زیر پای شیطان است. فساد زیر پای او کسی است که دیگران را علیه علما تحریک میکنه. به دنیا آمدی، در گوشت اذان داد، از دنیا رفتی، جنازه تا خواند. شاید که نصف شب بلند شو و در حق تو دعا کنه، سر قبرت میره در حق تو دعا میکنه. تو برش توهین میکنی، تحقیر میکنی، اما او عزت تو را میخواه. علما را توهین کردن، علما را تحقیر کردن کار انسان منافق است. حضرت ابو حفص کبیر فرموده: من اغتاب فقیها جاء یوم القیامت مکتوب بین عینه آیس من رحمت الله. هر کی یک عالم ربانی را، عالم حقانی را غیبت میکنه، روز قیامت که به میدان محشر میره، در پیشانیش نوشته است که آیس من رحمت الله، یعنی تاپه کافر در پیشانی زده میشه. بسیار محتاط باشید برادر عزیز. حضرت مولانا میفرماید: چون خدا خواهد که پرده کس دارد، میلش در تانه نیکان برد. وقتی خدا ذلت یک کس را بخواهد، خاری یک کس را بخواهد، بدبختی یک کس را بخواهد، ای را مائل میکنه که علما را بد بگه، زنای با حجاب را بد بگه، مسلمان های واقعی را بد بگه، نیاکان را بد بگه. ثلاث لا یستخف بهم الا المنافق. انسان منافق عالم را توهین میکنه و انسان منافق پادشاه عادل را توهین میکنه. پادشاه عادل، وزیر عادل، رئیس عادل، مدیر عادل پیش خدا بسیار مقام داره، جایگاه بلند داره، تو باید با او احترام کنی. توهین و تحقیر پادشاه عادل، توهین و تحقیر امیر عادل، این کار انسان منافق است. مسلمان هیچگاه امیر واقعی را، رهبری واقعی را توهین نمیکنه، تحقیر نمیکنه، از او دفاع میکنه. الدین النصیحه، اسلام سر تا سر دین نصیحت و خیرخواهی است. و در ادامه حدیث میفرمه برای امیر مسلمان ها خیرخواهی است. خیرخواهی چی؟ که مسلمانان را با وحدت و اتفاق اتحاد دعوت بده و به اطاعت امیر دعوت بده. که اگر جهان اسلام امروز از یک امیر اطاعت میکردن، زیر یک بانک منسلک میشدن، از یک گریبان سر بیرون میکردن، حرف اول را در دنیا مسلمان ها میزدن، مشتشان کوبنده بود، رایشان فیصله کننده بود. اما متاسفانه که دشمن ما را توته کرده، ما را به کشورهای کوچک توزیع کرد، ما را به احزاب های گروه های مختلف توزیع کرده و پشت سر آرزوهای شوم و اهداف شوم خود را بالای ما تطبیق میکنه. برادرای محترم، کوشش کنیم که از صفات نفاق
پرهیز کنیم. خواهر گل، قبلا گفتیم که صفت منافقی است که خیانت میکنه. تو خواهری محترمه خائن نباشی. ابو حفص کبیر رحمت الله علیه فرموده که اربعه لا ينظر الله الیهن، 4 زن قسمی است که خدا به نظر رحمت اونها را نمیبینه. 4 زن قسمی است که از نظر رحمت خدا افتادن، پیش خدا ارزش نداره. خواهر گل متوجه باش که تو از جمله آنها نباشی. یکی از اینا کی است؟ از ساحره، زنای جادوگر. جادوگر میگه زنی مولا نیست، یک جادوگر است، یک ساحر است. اگر به نزدش رفتی لیس منا من سحر او سحر له، پیامبر خدا میفرمایه که تو امتی من نیستی. به نزد جادوگرا و تعویذ نویسان روین. دوم المغنیه، زنایی که آوازخوان هستن. زنای آوازخوان، ستاره افغان برش نگو، الله هدایتش کنه. زن آوازخوان این کسی است که خدا به نظر رحمت نظرش نمیکنه. خود شیطان و امسک شیطان، پیامبر بزرگوار اسلام فرموده که اینا شیطان هستن، محکم بگیر، بستهش کیرش نتی که دیگران را گمراه میکنه. ستاره خب باعث روشنایی میشه، کدامی از اینا باعث روشنایی شد؟ آیا این هنرمندای بی هنر دخترای ما را به حجاب وادار کردن، به نماز کشاندن، جوان ما را جوان زاهد پارسا ساخت؟ نه، اگر کردن جوانای ما را منحرف کردن، حجاب و عفت و حیا و تقوا از دخترها و زنای ما گرفتن. المغنیه. 3 النائحه، زنایی که مصیبت و غمی سرشان میاسیب، دنیا را پر از ناله و زاری میکنن. یا زنایی که دردی در دلشان نیست، ولی به خاطر از اینکه مجلس غم گرم کنه اونجا میره چشم خودت توف کرده میماله و با یک سزای خاص دیگر را به گریه میاره. این زن قسم زنی است که خدا به نظر رحمت نظرش نمیکنه. 3 والخائنة لبغلها، هر زنی که با شوهرش خیانت میکنه. با شوهرت خیانت نکنی، جیب شوهر خالی نکنی. با مردی که شوهر اجازه نمیده که با او گپ بزنی نباید تماس داشته باشی. هر چی که میکنی خواهری گل با شوهرت هم فکر باش. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، هر زنی که وفات میشه و شوهر از او راضی باشه او داخل بهشت میشه. اگر با شوهرت خیانت کردی تو در کنار زنای منافق قرار میگیری. لذا شنوندگان محترم و بینندگان عزیز، صفات منافقه به صورت درست مطالعه کنیم. و در حدیث دیگری از جمله صفات منافقی است که من کان ذو الوجهین فی الدنیا کان یوم القیامت کان له یوم القیامت لسان من النار. انسان منافق دروی است، مسلم مار پوست بدل میکنه، با تو با یک چیره و با حریف تو با دیگر چیره. انسان منافق است، دروی است. و انسان منافق کار چیست؟ جنگ اندازی. شرار عباد الله المشؤون بالنمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباعون البراء العنته. بدترین انسان از نظر پیامبر صلی الله علیه و پسترین انسان ها، فاسدترین انسان ها از نظر پیامبر کی است؟ مشؤون بالنمیمه، آنهایی که سخنچینی میکنن، ضبط میکنن، گپای تو را به دیگه کس میبره. فلانی خود چینین گفت، فلانی خود چینان گفت. هدفش افروختن آتش حسادت و عداوت و دشمنی است. المفرقون بین الاحبه، دوستا را از هم جدا میکنه، زن از شوهر جدا میکنه، بچه را با پدر میجنگانه، دختر را با مادر میجنگانه، همسایه را با همسایه میجنگانه، شریک با شریک بد گمان میکنه. المفرقون بین الاحبه، الباعون البراء العنته. دیگه کارشان این است که انسانهای پاک دامن را متهم به گناه میکنن. دامن پاک زنای عفیفه را ناپاک میسازه، دخترای عفیف پاک دامن را، جوانای پاک دامن را بدنام میکنه. این کار انسان منافق است، این کار انسان منافق است. لذا
برادرای محترم و شنوندگان عزیز، با تمام معنا از نفاق و از صفات منافقت باید دور باشیم. حضرت شیخ عطار فرموده تو از نفاق و منافقت دور باش. توصیه بزرگا همی هست، صادق باشیم، مسلمان واقعی باشیم. عمر تمام میشه که نشوه که خدای ناخواسته با صفات منافق وارد قبر شویم. یکی از جمله صفات منافقت ترک نماز جمعه است. من ترک الجمعه من غیر ضروره کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل. پیامبر بزرگوار اسلام فرموده که هر انسانی که بدون عذر شرعی نماز جمعه را ترک میکنه، این در دفتری نامش منافق نوشته میشه که او دفتر تا قیام قیامت تغییر تبدیل نمیشه. نماز جمعه را ترک نکن. نماز جمعه را با وقتش بخوان. کوشش کن که پیش از همه به مسجد برو. در روز جمعه پیش از همه به مسجد برو. در حدیث پاک آمده کسی که در روز جمعه پیش از دیگران به مسجد میره، کان له بكل خطوه یخطوها اجر سنه صیامها و قیامها. در عوض هر قدمی که به مسجد برداشته، الله کریم اجر ثواب 1 ساله عبادت برش نوشته میکنه. از خانه تو تا به مسجد 1000 قدم فاصله است، گویا که ثواب 1000 ساله کمایی کردی. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بفرماید. برنامه ما همینجا به پایان رسید. تشکر از اینکه با ما تا ایدم بودین. خدای متعال خیر و برکت و سعادت و معنویت را به خانه هایتان سرازیر بفرماید. تا برنامه آینده شما را به الله کریم می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.